اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دوم هجرت بود. دوم سالی که پیامبرمون مدینه آمدند، یعنی بعد 17 یا 18 مو میگد، انا این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتند برادران عزیز و گرامی، این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن. یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خوشخبر برای همه شما، اولیکش جمشید برای شما امکانیتی کلان میدهد. کجایی که سفر کردنی هستین، شما میتوانید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن بلیط های ارزان را خریداری نمایید و این چونین از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. برای شما سفری خوب خواهانیم. آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتری دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشه. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرینک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. چه یک ماه شریفه، چه یک ماه بزرگه، چه یک ماهی که چقدر دارای تاریخ‌های بسیار مهم و بسیار تاریخ‌های در داخل این هست که خیلی گوشی، مقصد برای گوش بسیار شنیدن باب هستند. برادران خواهران عزیز، این ماهی هست که الله مهربان در قرآن فرمود شهر رمضان انزل فیه القرآن. این ماهی هست که در این ماه قرآن، برادران، این معجزه الهی، این کتاب آدمساز، این کتابی که برای هدایت جمیع مردم بر این زمین پایان آمده است، انا در همین ماه مبارک برادران عزیز نزول این قرآن است. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ماه برادران عزیز برتریش از دیگر ماها به این است که در شب 27 این ما شب قدر میگوییم که ایرا بینین که یک شب این قدر یا یک شب زنده‌داری این شب میگد خیرون من الف شهر، بهتر است از 1000 ماه که عزیزان حساب کردن زیاده از 83 سال عبادتی را که بنده انجام میتید در یک شب قدر، در شب زنده‌داریش ما اینا به دست میاریم که اینم از شرافت این ماه مبارک است. دیگر فضیلتی که این ماه دارد یا برتری
از دیگر ماه ها دارد این است که این ماه برای چی نامش رمضان است؟ به خاطر آن است که این سوزیش دارد. چی را می سوزاند؟ این در کره‌ای که الله مهربان او را آماده کرده است، در اون دیگی که گوییم زیرش آتش گذاشته است، گناهی بنده را می سوزاند. یعنی این ماه برادران عزیز، ماهی همون خطاهای کردیم، ماهی همون لغزش هایی که پیشتر کردیم در این ماه مبارک، که حتی حدیث های خیلی زیاد که الصلوات الى الصلوات والجموعة الى الجموعة و رمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن، هر یک نمازهایی که تا نماز دیگر، هر یک جمعه که تا جمعه دیگر و هر یک رمضان تا رمضان دیگر، الله مهربان از مهربانی های خودش خطاها و گناهایی که ما را در دنیا هم بی نهایت خجالت و بی نهایت گوییم خیلی و خیلی خسته کرده است و گناهایی که حتی در آخرت سبب خاری ما می شود، اونها را از روی ما بندگانش می گیرد که این هم برای این ماهی، این فضیلت این ماهی مبارک است. دیگر برادران عزیز، برتری این ماه از دیگر ماه ها چی است؟ میگد فتحت ابواب الجنه، درهای جنت الله مهربان 8 دری که دارد درها گشاده. مقصد از این درهای گشاده چی؟ هر بنده ای که اگر عمرش به آخر رسیده باشد، این داری فانی را گوییم ترک کردنش آمده باشد و به سوی الله اگر سفر داشته باشد، او از اهل جنت است. ببینید دیگر برتری این ما، پیامبر نازنین گفتند غلقت ابواب الجحنم، در این ما خداوند درهای دوزخش میبندد. هیچگاه مقصد این بندگان روزدار شد، این بندگانی که اطاعت و عبادت و مطیع الله را میکنند، اینها را داخل جهنم نمیکند به خاطر این ماه مبارک. دیگر برتری این ماه برادران و خواهران عزیز چی است؟ و صفدت الشیاطین، پیامبر میگه شیطان ها همه زنجیر پیچند، شیطان ها همه بسته شدن که بندگان مرا هیچگاه مقصد وسواس نکنند تا که از فضیلت و از خوبی های این ماه بندگان من استفاده برده توانند. دیگر برتری این ماه در این است که دعای بنده را خدا در این ماه قبول میکند. این از صبح تصور کنید که تا شام بنده مؤمن، بنده روزدار دست بردارد، خدای مهربان دعاش قبول میکرده است. دیگر فضیلت این ماه مبارک آن است که فرض این ماه، یک فرضی را که ما در این ماه انجام میتیم ویم بالاتر است از 70 فرضی که در ماهای دیگر انجام داده می شود. یعنی یک فرض این بالاتر از 70 فرضی که در ماهای دیگر انجام داده می شود. دیگر فضیلت این ماه برادران خواهران عزیز در این است که خواب روزدار عبادت است و ساعتهایی که روزه می دارد من حساب کردم بیشتر از 15 ساعت است. بین خوابش عبادت است و ساعتهای روزداریش در پیشگاه الله مهربان تسبیح نویسانده می شود. یعنی همچنان است که تو سبحان الله گفتی، تو الحمدلله گفتی، تو لا اله الا الله، چگونه این تسبیح ها گفته می شود، تو ثواب می گیری. ایرا آدم روزدار در دوام همین 15 ساعت نزد خدا تو را همچون یک آدمی ذاکر، یک آدمی ذکر کننده، اگر چنده که تو در خوابی یا اگر چنده که تو در دنبال زندگیت میدوی، ولی در نامه اعمال تو همچون ذاکر، همچون ذکر کننده نویسانده می شود. دیگر فضیلت این ماه برادران و خواهران عزیز این است که پیامبر نازنین میگه
الصیام و القرآن یشفعان للعبد. این ماه رمضانم روز قیامت چگونه ما میگیم پیامبرا شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن، عالم ها شفاعت میکنن، یعنی بنده را کمک میکنن، یاردم میکنن. این ماه مبارک صاحبای خچه، کسانی که این ماه را روزه گرفتن، اونها را چیکار میکند؟ شفاعت میکنند. دیگر فضیلت و برتری یا تاریخ هایی که در این ماه برادران و خواهران عزیز وجود دارد، این فتح مکه هم 8 هجری که گوییم که 20 یا 21 رمضان بود، مکه مکرمه در همین ماه مبارک به دست مسلمان ها با رهبری پیامبر نازنین فتح شد و تمام مکه مکرمه از بت‌ها و از بت پرستی ها خالی شد. و برادران عزیز و خواهران عزیز، برتری این ماه به دیگر ماه ها این است که در همین ماه، در 27 این ماه نزول وحی بود. یعنی جبرائیل به پیامبر نازنین مان وحی آوردن که اینم در همین ماه مبارک صورت گرفت که موافق به 610 میلادی موافق می آید. و اولین فتحی که مسلمان ها در بدر که به دست آوردن، در همون محاربه بدرم که اینم در 17 ماه رمضان صورت گرفت که این اولین فتوحات بود، اولین غنیمت هایی بود که مسلمان ها ایرا به دست گرفتند. و دیگر برتری این ماه یا خدای مهربان در داخل این ماه تاریخی تمام به دست مسلمان ها افتیدن اندلس، اسپانیا با فرماندهی تاریخ ابن زیاد هم در همین ماه رمضان صورت گرفت. خلاص خواهران و برادران عزیز، من می توانم که برتری این ماه را برای شما در کتاب ها و خیلی زیاد یاد شده است. فقط مقصد من از بیان این آن بود که ما به قدر این ماه مبارک برسیم و از این ماه مبارک روزه بداریم.